نظام شگفت انگیز قرآن برای سرپرستی یتیمان. خداوند متعال در کتاب حکیمش نظامی برتر و فراتر از ساختارهای انسانی برای حمایت و سرپرستی از کودکان یتیم ارائه کرده است. نظامی که در مقایسه به نهادهای رایج پرورشگاهی در جوامع بشری راهکاری عمیق‌تر و انسانی‌تر به شمار می رود. این راهکار همان ساختاری است که در قرآن به آن پرداخته شده ولی به اشتباه فهمیده شده است و آن تعدد زوجات است. خداوند در قرآن در آیه 3 سوره نساء می فرماید: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. و اگر بیم دارید که نتوانید در میان یتیمان با عدالت رفتار کنید، پس از زنانی که مورد پسند شما افتاد 2 3 3 4 4 به نکاح گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به همان یک زن و یا آنچه دستان شما مالک شده است اکتفا کنید. در اینجا واژه ان شرطی است، یعنی هدف از تعدد زوجات در این آیه انفاق بر یتیمان است. بنابراین برای مرد مجاز است که همسر دوم را فقط در صورتی اختیار کند که آن زن مادر یتیمانی باشد و هدف از این ازدواج نیز تأمین هزینه‌های زندگی یتیمان باشد. بدین ترتیب قرآن شیوه نوینی برای سرپرستی یتیمان ارائه داده که با پرورشگاه‌ها متفاوت است. در این نظام مادر یتیمان در کنار فرزندان خود باقی می‌ماند و مرد سرپرست هم مخارج آنان را به عهده می‌گیرد. در واقع تعددی که قرآن اجازه داده است، تعدد با مادران یتیمان برای حمایت از فرزندانشان است. همچنین مرد موظف است میان فرزندان خود و فرزندان همسر دوم، یعنی یتیمان، عدالت را برقرار کند. اگر نتواند در این زمینه عدالت را رعایت کند، یعنی توانایی مالی کافی برای تأمین زندگی هم فرزندان خود و هم یتیمان ندارد، پس حق تعدد زوجات را نیز ندارد و باید به یک زن اکتفا کند، چنان که خداوند می‌فرماید: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر بیم آن دارید که عدالت را میان فرزندان خود و یتیمان رعایت نکنید، پس تنها به همان یک زن اکتفا کنید. و نیز در ادامه در آیه 129 همین سوره اینجا می‌فرماید: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. شما هرگز قادر به رفتار عادلانه میان زوجاتتان نیستید، اگرچه در این امر حریص باشید. مراد از این آیه در این است که مرد نخواهد توانست میان همسر اول که مادر فرزندان خودش است و همسر دوم، یعنی مادر یتیمان، عدالت کامل را برقرار کند، چون طبیعی است که انسان همسر اول و فرزندان خود را بیشتر دوست خواهد داشت. پس این عدم توانایی در عدالت بیشتر ناظر به عاطفه و محبت میان همسران است. در نتیجه عدالت مالی و رفتاری میان فرزندان لازم و شرط اصلی است، اما عدالت در محبت میان زنان غیر ممکن است و خداوند مرد را به آن مکلف نکرده است. بنابراین اگر کسی نتواند در نفقه و رسیدگی میان فرزندان خودش و یتیمان عدل داشته باشد، بهتر است به یک همسر بسنده کند. تفاوت میان قسط و عدل در آیات تعدد زوجات. قرآن کریم در تبیین نظام تعدد زوجات میان دو مفهوم اساسی قسط و عدل تفاوت قائل شده است. این تمایز معنایی نقش کلیدی در فهم صحیح فلسفه تعدد زوجات از منزل قرآن ایفا می کند، چنان که در آیه 3 سوره نساء آمده است: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. در این آیه واژه تقسطو از ریشه قسط به کار رفته است که به معنای رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی و ادای حقوق به صورت منصفانه است. از سیاق آیه روشن می‌گردد که قسط در اینجا مربوط به انصاف و عدالت در حق یتیمان است و خداوند در مقام بیان راه حلی برای تأمین این قسط
اجازه ازدواج با مادران یتیمان را در قالب نظام تعدد زوجات صادر می‌نماید. بنابراین شرط جواز تعدد در این آیه تحقق قسط نسبت به یتیمان است، یعنی مرد باید بتواند سرپرستی و تأمین مالی یتیمان را با رعایت عدالت بر عهده گیرد. در مقابل در آیه 129 سوره نساء آمده است: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. در این آیه واژه تعدلو از ریشه عدل به کار رفته است که بیشتر به عدالت عاطفی و احساسی میان همسران اشاره دارد. خداوند تصریح می کند که انسان نمی تواند در محبت و گرایش قلبی میان زنان عدالت کامل را برقرار کند، حتی اگر نهایت تلاش خود را انجام دهد. این امر یک واقعیت انسانی و طبیعی است و خداوند نیز آن را امری غیر قابل تحقق دانسته است. بنابراین در نگاه قرآنی قسط در مقام شرط تعدد زوجات مطرح است، چرا که به مسائل مالی و سرپرستی اجتماعی یتیمان مرتبط است، در حالی که عدل در مقام وصفی انسانی اما ناممکن مطرح شده که مربوط به احساسات و محبت میان همسران است. در نتیجه میتوان گفت که قرآن تعدد زوجات را به عنوان راهکاری جاگزین برای نهادهای پرورشگاهی در نظر گرفته است، به گونه‌ای که مرد بتواند با ازدواج با مادر یتیمان سرپرستی آنان را بر عهده بگیرد بدون آنکه از مادرشان جدا شوند. اما این کار تنها زمانی مجاز است که مرد بتواند در قسط میان فرزندان خود و یتیمانی که سرپرستیشان را پذیرفته انصاف را رعایت کند. اما در زمینه عدل عاطفی میان زنان چنین تکلیفی را از او برداشته است.